آیهان دختر، اینجا چی کار داری با این پیژامت؟ خودت اینجا چی کار داری این وقت شب؟ خب من شبکاری دارم. مگه چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ جواب بده دیگه، چی شده؟ یه لحظه. آیهان اومدی؟ زود باش بیا. چی شده خاله محبوبه؟ چی شده این وقت شب؟ نگران شدم. دخترم سنم اصلا حالش خوب نیست، به منم هیچی نمیگه. خواهش میکنم برو ازش بپرس، بعدم به من بگو باشه؟ البته که به تو هیچی نمیگم، باهاش حرف میزنم. فقط یه شرط دارم، یه دفعه نیای تو اتاق تحت فشار قرارم بدی و از همه مهمتر از اون نگاهی ترسناکم نمیکنی. باشه بابا باشه. با دخترم حرف بزن ببین چی شده. لااقل به من بگو که چرا نمیخواد بره سر کار، چه بلایی سر دخترم اومده که نمیخواد بره سر اون کار. لااقل اینو که میتونی بگی. باشه تو نگران نباش خاله. باشه. مراقب دخترم باشی. محبوبه جون، میدونم خیلی دیر وقته ولی یه چایی با هم بخوریم. بیا ملاحت بیا، فقط تو رو کم داشتیم. بیا دخترم بیا. چایی هم میخوری؟ منم با خودم گفتم پس این ملاحت کی میخواد در ما رو بزنه؟ مامان نیا تو. منم آیهان، مزاحم نیستم، بیام تو. بیا آیهان. آبجی جون چی شده ها؟ بگو ببینم. اتفاقی خیلی بدی افتاد. آقای جان فهمیده که من عاشقشم، خواست که بهش اعتراف کنم. ای بابا، اونم گیر داده هی بگو بگو بگو. به اون چه ربطی داره اصلا؟ من خیلی باش بد رفتار کردم، اینقدر بهش دروغ گفتم که نتونستم راستشو بگم. بعدش هم مجبور شدم یه دروغ دیگه بهش بگم. اونم رفت گفت دیگه منو نمیبینی. من چطوری بدون اون زندگی کنم آیهان؟ گفتم شاید، یعنی فکر کردم اونم منو دوست داره. با خودم گفتم سنم خب بگو، همه چی رو اعتراف کن. جان دیویته به اون بزرگی. بعد گفتم بی خیال سنم، آخه اون آدم با تو چی کار داره؟ اون انگشتر رو به خاطر اینکه از خونش مدارکشو بدزدم برداشتم، هم شرکتشو هم خودشو هم شغلشو لکه دار کردم، غرورشو با خواهی یکی کردم. چطوری میتونم اینا رو بهش توضیح بدم؟ گیریم که همه چی رو گفتم. آخه این پسر میاد عاشق من بشه؟ اینا فقط تو داستانه و فیلم ها اتفاق میفته. تو زندگی واقعی فقط میتونیم اینطوری بشینیم قصه بخوریم و گریه کنیم. ای وای، این حرفا نزن دیگه. ای بابا، آخه قربونت بشم من. این دستمالو بگیر ببینم. من چی کار کنم؟ اولین بارمه که این حسو تجربه کردم. کمکم کن زودتر فراموشش کنم، خواهش میکنم. مگه میشه من بهت کمک نکنم؟ مگه میشه من کمکت نکنم؟ ببین آبجی جون، بذار اینطوری بهت بگم. بهترین عشق اونایی هن که از دور عاشقشون بشی. اینجوری درد نداری، درد سر نداری، خیالت راحت. تو هم همینطوری آقای جانو دوست داشته باش، همینطوری تو رویاهات عاشقش باش. تازه سنم، پس آلباتروس چی میشه؟ مگه تو آلباتروسو نداری؟ بی خیال اون، به آلباتروست فکر کن. راست میگی، فراموشش میکنم، دیگه بهش فکر نمیکنم. تازه مگه میشه آدم به کسی که عاشقش میشه بگه آقا؟ اصلا اون یکم عجیب بود واقعا. یعنی چی آقا؟ اما امثال آقای جانم چی بگم، هر 1000 سال یه بار سر راه آدم قرار میگیرن. آدم فوق‌العاده‌ای بود، مثل آب زلال بود. چطوری بگم؟ آدم خیلی تو ببر. یه لحظه حواسم پرت شد. ما چی میگفتیم؟ داشتیم در مورد آلباتروس حرف می‌زدیم. ببین آلباتروس درست روبروته.